درود دوستان، به یه ویدیوی دیگه ترند پلاس با من خوش اومدین. تو این ویدیو پخش وایس جنجالی درباره رابطه یاسمن با جاوید توسط نازنین، درخواست آشتی و زنگ زدن یاسمن به آیدا و بقیه بچه‌ها، توضیحات وحید در این باره تا جواب رد عسل به یاسمن و تعریف از آیدا رو داریم که هر کدوم برا خودش بمب حاشیه است. پس لایک و سابسکرایب یادت نره و تا انتهای این ویدیوی جنجالی با من همراه باش. وسط حواشی این روزهای برنامه نازنینم دست به کار شده و حرفای یاسمن رو پخش کرده. یاسمن توی این وایس میگه جاوید همش دستشو میگرفت و از پله ها میآورده پایین و کلن حواسش بهش بوده توی ویلا و یه جورایی از نخ دادنای جاوید خبر میده. دست جاوید هم نگه داشتم اینجا تلاس نه آره جاوید هم دستان تلاس جاوید که نگه سریعی فیکه 100% فیکه چند دستانش آورده به تو خیلی سوالی برام عزیزم به نظر تو چرا دستش برم وقتی که با تو کار کرد ببین همون که با تو کار کرد من همیشه اول از همین رفتم پایین دیگه همیشه سال منتظر قدیده من دست من نمیدید من میورد پایین بعد اصلا همش با من حرف میزد تو بعد دوستم بعد میورد من دستانش به من گفتم من از این دارم میرم واسه تو باشه از من اونجا بودم کارا رو میکرد ولی یادم نمیاد تو بود یا نه من یه لباس سفید پوشیده بودم با یه کرست قهوه‌ای اون من انداختم تو دستش که تو دست بهش دستم بگم حالا تو هم حالا وای پشمامش چقدر داشتیه خیلی با همین حالا یاسمن که همه رو به رگبار بسته بود و صبحش در مورد شکایت از بچه ها درباره پخش وایساش حرف زده بود، بعد یهو شب تغییر موضع داد و درخواست آشتی با همه رو کرد، طوری که میاد از آیدا عذر میخواد، به وحید، یاسی، سجاد امیدی زنگ میزنه و میگه کیمیا دوستشه و حرف از آشتی با عسل هم میزنه. یاسمنی که کم دنبال چالش و دراما نبوده یهو میاد میگه خسته شدم میخوام از حاشیه برم بیرون. آیدا درخواست یاسمن رو قبول میکنه و میاد با این حرف و توضیحات مثلا این بحث رو تموم میکنه و میگه یاسمن فالوش کرده و آیدا هم بک داده. حرفای آیدا رو بشنوین تا بگم ماجرای عجیب بعدی چیه. من توی برنامه بارها گفتم بازم میگم اولین دختری که من باهاش اوکی میشم یاسمن بوده توی برنامه و اون کسی که اصلا میاد دنبال ما اول میاد دنبال من بعد میریم دنبال یاسمن ما تو ماشین کلی حرف میزنیم میریم اونجا با هم دیگه اوکی میشیم و اینا. من هیچ مشکلی با این خانم نداشتم تا قسمت 100 حتی سر اون دعواه چرا یه سری ناراحتی اینا بود که اون ناراحتی تا قسمت 100 باقی میمونه ولی اینطوری نمیخواستم دشمن خودم بکنم این خانم یا اینکه چه میدونم بخوام بیرون از برنامه بگیرم روش یا هر چیزی و سرم فوشی که حالا توی برنامه متاسفانه بهش داده میشه. من با اون آقا مشکل میخورم به صورت واقعی مشکل میخورم و حتی بعد از برنامه به اون آقا میگم که هر جا اگه پشت باشم سرم فوش من هیچ وقت پشتتون نخواهم گرفت که دارید میبینید من واقعا نگرفتم پشتشو. چند وقت پیش که من برای اولین بار میام تصویری با یکی دو نفر بحث میکنم با کیمیا و یاشار و یاسمن چون دیگه واقعا به اینجا رسیده بود به خرخرم رسیده بود و میخواستم که جوابشون رو بدم و جوابشون دادم. ما اینقدر رابطمون اوکی بود فصل 2 اینقدر با هم دیگه اوکی بودیم که 1% فکر نمی‌کردیم کسی بخواد کسی بگیره 1% فکرش نمی‌کردیم. حتی از فصل 1 که مهمون میومد ما همه پوز میدادیم میگفتیم ما با هم دیگه خیلی اوکییم به هیچ عنوان بعد اینجا نمی‌خوایم رو کسی بگیریم هر چی بوده تو همین ویلا میمونه تموم میشه که برنامه که پخش میشه نمیشه یه سری نمیتونن تحمل کنن. دلیلش هم اینه که تو تمام لحظه‌های تلخی که جدا از لحظه‌های خوب تمام لحظه‌های تلخی که اونجا تجربه کردی دوباره میاد جلوی چشمت و تو دوباره انگار تجربه می‌کنی همون حس و نفرت‌ها رو دوباره انگار میاد جلوی چشمت و تصمیم می‌گیری که حالا بگیری رو کسی. و توی این فصل 2 اولین کسی که همه گرفتم یاسمن بود. حالا خیلی نمی‌تونم بهتون بگم الان 2 ساعت پیش یاسمن به من زنگ زد من خواب بودم بیدار میشم شماره‌ش هم نداشتم حتی میگم شما بعد دوباره زنگ میزنه میگه یاسمنم می‌خوام صحبت کنیم تموم شه آشتی کنیم این برنامه بوده دهن هممون سرویس شد کلی هیت سمت توه کلی هیت سمت سرجیه من کلی هیت خوردم ولی میخوام تمومش کنم بازی کسیو و دیگه نمیخوام مشکلی داشته باشیم. من بهش گفتم که سر اون فوشی که توی برنامه متاسفانه داده میشه من هیچ وقت طرف هیچ کس رو نگرفتم ناراحت شدم حتی ریاکت رفتم به اون قسمت عشق ابدی نتونستم اون قسمتی که تو گریه میکنی رو ببینم درست حسابی چون هر چقدرم یادم هر کاری که بکنه لایق این نیستش که بخواد فوشی بگیره. من اگه اون اتفاق من میفته قطعا حالم بد میشد. ماجرا از اینجا وارد حاشیه جدید شد که بعد از این حرفای آیدا یاسمن نصف شب اومد تو چنلش این پیام جنجالی و گذاشت که از کسی معذرت خواهی نکرده و نوشت بچه‌ها من از کسی معذرت خواهی نکردم با 2-3 نفر حرف زدم فقط که کدورت‌ها برطرف شه بیشترم واسه خودشون چون گفتم من راضی نیستم کسی به خاطر من بخواد هیت بگیره
از قسمت 49 خیلیا دارن به خاطر من هیت میگیرن. من واقعا راضی نیستم کسی به خاطر من فحش خواهر مادر بگیره. اشکال نداره اگه زمانی که من به یک سریا احتیاج داشتم پشتم نبودن. من وجدانم راضی نیست به خدا. خیلیا میگن سیاست نداره و فلان. بحث سیاست نیست. من اگه خودم هیت بگیرم باز میگم واسه خودمه، ولی وقتی میبینم کسی به خاطر من تحت فشاره ناراحت میشم، حتی اگه مقصر من نباشم. دست خودم نیست واقعا. درک کنید لطفاً. آیدا هم در جواب این کار یاسمن از مخاطباش بابت تصمیم یهویی برای دوستی و فالو کردن یاسمن معذرت خواست و یاسمن رو آنفالو کرد و اسکرین پیامش به یاسمن رو هم گذاشت که براش نوشته بود: یاسمن پیام تو چنلت الان دیدم. عزیزم اشتباه از دل منه که بک دادم بهت تو اینستا. اگه کسی بخواد سر تو منو هیت کنه فکر نمی کنم کارش منطقی باشه، چون رزومه من مشخصه. درسته که خیلی چرت و پرتا رو راجع به من گفتی و پنیک منو مسخره کردی. باز من دلم سوخت و چشمامو بستم، چون این عشق ابدی 50 قسمت دیگه تموم میشه. ولی با این متنت فهمیدم جنبه نداری. باز من برخلاف ایده بقیه که بهت فالو بک ندادن من دادم و الان میبینم که هنوز 24 ساعت نشده جنبه نداری و داری از بک دادن من سوء استفاده میکنی و دنبال حاشیه‌ای و یه سریا راست میگفتن. منم هیتامو از سمت شما خوردم و مشکلی ندارم و به قول خودت من نمیخوام مار تو آستینم پرورش بدم. بیکار نیستم بشینم سبزی بذارم جلوم ببینم از چی میتونم کره بگیرم. من تو دنیای واقعی زندگی میکنم، نه 6 ماه پیش تو عشق ابدی. بخششم کار خداست و منم از خدا و گناهام میترسم فقط، وگرنه من دنبال معذرت خواهی کسی نیستم. منم کاری نکردم که از کسی معذرت بخوام یا برعکس. و سلام و تمام. با کمال احترام آنفالو. وحید هم از اون طرف اومده گفته که آره یاسمن بهشون برای آشتی زنگ زده و گفته خسته شده. به نظرتون این حرکت یاسمن دلی بوده یا نه؟ بریم حرفای وحید رو بشنویم. یاسمن با تماس گرفته بود، با تک تکمون صحبت کرد. من خواستم اول اینجا اعلام کنم بچه‌ها هر اتفاقی که افتاده تو ویلا و بعد از ویلا حاشیه‌ای که ویلا داشته، چه از طرف من چه از طرف هر کسی دیگه که افتاده، ما هم آدمیم دیگه. خب مثلا من با یاسمن که حرف می‌زدم، یاسمن گفت خیلی خسته شدم. گفت من تو جواب گفتم که یاسمن خب تو با همه رفتی تو چالش و اینا، اصلا درست و غلط قضیه رو کاری ندارم. الان نمیخوام کسی رو، چون من اصلا تو جایگاهی نیستم میگم تو درستی تو غلطی، خودم هم طوری یادم. ولی آدم چقدر میتونه بکشه؟ شما حتی اگه تمام حرفایی که بزنید درست هم باشه، مطمئنا آدمایی هستن که شما رو انتقاد میکنن. یه نفر میتونی جواب بدی، 2 نفر میتونی جواب بدی، 3 نفر میتونی حذف کنی، 10 نفر میتونی حذف کنی، یه جا خسته میشی. چون ماها میگم آدمای خیلی معمولی بودیم تو این برنامه شرکت کردیم. یاسمن گفت حرفی که منم زده بودم از اول برنامه، خیلی از ما پشیمونیم که تو این برنامه شرکت کردیم، علل خصوص تو سیزن 2 که بازخوردی نداشت. خیلی از ماها اونجوری که فکر می‌کردیم برامون جوابدهی نداشت تو فضای مجازی. گفت منم واقعا خسته شدم، میخوام این قسمت آخریه که تو برنامه دیگه نمیخوام وارد حاشیه بشم و خیلی ناراحت بود حتی بابت اتفاقاتی که تو این 2-3 روز برای بعضیا افتاده. شاید کامنت‌های بد بگیرن که من حتی خودم بهش گفتم یاسمن یکی از اونایی که کامنت بد کم نگرفت. من اصل قاطعانه جواب رد به سینه یاسی زد و آشتی نکرد و تو تلگرامش نوشت من با هیچ کس نه دست دوستی میدم نه میبخشم. همون تو ویلا بخشیده شدن، بعدش هم همه با هم دیدیم که چیکار کردن. خیلی دوست داشتم ببینم اگه الان هیت روشون نبود پشیمون میشدن بابت کاراشون، یا مثل ویلا میخواستن هر کی حرف زده رو ساکت کنن بگیرن روش. تا 1 ماه پیش که فکر میکردی قرار محبوب بشید با افتخار از کاراتون میگفتید و پشیمونم نبودید، تازه ادامه میدادین. الان چی شد واقعا؟ منظورم با 1 نفر نیست، خیلیاشون. به خدا که اینا اگه قدرت داشتن میزدن رو دست شیطان. الان مردم فهمیدن چی به چیه، فشار اومده موش شدن. اتفاق اونجا جالب تر میشه که عسل در مورد آیدا صحبت میکنه و میگه که حرفایی که در مورد آیدا گفته میشه براش فرقی نداره، چرا که تو حساس ترین نقطه رابطه عسل و معین، زمانی که همه خوشحال بودن از قهر بودنشون و هار هار میخندیدن از خوشحالی، آیدا اومده نشسته بی‌طرف باهاش صحبت کرده، در حالی که میتونست مثل همیشه ساکت باشه و اهمیت نده، ولی این کارو نکرد. عسل میگه چون معین برام خیلی ارزش داره این کار آیدارم فراموش نکردم هیچ وقت، بنابراین من پشت کسی رو نمیگیرم.
اولویتم فقط معینه، ولی خوبی کسی رو هم فراموش نمیکنم. میگم من کلا طرفداری نمیکنم و فیزیک پشت کسی هم نمیگیرم، چون اونقدر من رابطه صمیمی با هیچ کس نداشتم که بخوام پشتی بگیرم و طرفداری بکنم. حالا هر اتفاقی که افتاده حقیقتش رو میگم. یه تنی کسی که میگم تو ویلا مثلا مهم بود و مثلا اتفاقی واسش میافتاد صحبت می‌کردم راجع به همین صحبت می‌کنم با این دو فرداست. میگه جز اون من رابطه خیلی صمیمی با کسی نداشتم. اول با یاسمن اوکی بودم که اونم دیگه خودتون دیدید چجوری شد. حالا این وسط این درخواست آشتی و زنگ زدن یاسمن به بچه‌ها با حجمه‌ای از انتقادات مخاطبانش همراه بود که در جوابشون یاسمن اومد نوشت: ای خدا، بازم دارین حرف خودتون رو میزنین، دهنتون سرویس بچه‌ها. شما نمیدونین فشار این برنامه چه زمانی که اونجا بودیم چه زمانی که اومدیم بیرون زیاده، واقعا سخته. من نمیخوام حالا بگم چطوری تحت فشارم، فقط دارم به صورت کامل از حواشی میکشم بیرون، هم واسه خودم، هم واسه خانوادم، هم واسه کسای دیگه که ممکنه 1% به خاطر من تحت فشار باشن. لطفاً درک کنین، میدونم خیلیاتون پشماتون ریخ، ولی اگه واقعا دوستم دارین لطفاً درک کنین و به خاطر من کسی رو نکوبید. و نوشت که دیگه بار روانی بعد از حذف تو فینال واسه من تمومه، نه برنامه رو میبینم، نه حواشی رو دنبال میکنم، نه واردش میشم. اگه کسی واسه حواشی منو فالو کرده باشه میتونه از پیجم بره. از این به بعد میخوام محتوای خودم رو تولید کنم و به روتین عادی زندگیم برگردم. شما هم نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.